سلام رفقا، خوش اومدید به کانال دنیای ترفند. امروز اومدیم با بهترین فیلتر شکن IP ثابت که خیلی هم نصب داشته و واقعا هم سرعتش عالیه. تست سرعت هم براتون میگیریم. خب رفقا، برای دانلود این اپلیکیشن وارد پلی استور میشین و تو قسمت سرچ عبارت نینجا VPN رو سرچ میکنید. جا آورد همونطور که دارید میبینید و اسمش هم این هست. خب ببینید اینجا همون اولی برنامه آیکون زردنگی داره و آیکون نینجا هستش که بیش از 1,000,000 دانلود داشته و 4.5 نمره از 5 نمره تونسته به دست بیاره. گزینه نصب رو کلیک میکنیم. من تا نصب شه ویدیو رو تون میکنم براتون. خب رفقا، نصب تموم شد. روی اوپن کلیک میکنیم. و اینجا یه سری شرایط رو به ما گفته که با کلیک روی اینا میتونید کامل بخونید و اگه با این شرط موافق بودید روی accept and continue کلیک میکنین و وارد برنامه میشیم. خب اینجا این هر سرور رو براتون اونجا آورده که خیلی زیاد داره و اینجا روبروی هر سرور آیکون داره، آیکون HD. اینا برای وبگردی مناسب هستن و اینا دسته بازی برای بازی کردن و گیم زدن مناسب هستن. حالا اینجا سرور سرعت بالا پیشنهادی رو بهتون میاره که حالا من رو ترکیه کلیک میکنم و اینجا از مجوز اعلان و مجوز آیکون فیلتر شکن میخواد که اوکی رو کلیک میکنم و ثبت میکنیم تا وصل بشه و به همین راحتی وصل شد و IP ثابت و اینم سرعت. بریم با هم تستش رو توی پلتفرم یوتیوب بگیریم. همونطور که میبینید خیلی سریع بالا میاره و تو این اینستاگرام هم براتون تستش میکنم. قسمت اکسپلور و اینجا سفر رفرش میکنیم. ببینید همونطور که میبینید خیلی سریع واسمون اکسپلور هم باز کرد. خب رفقا، امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. حتما چنل ساب کنین و لینک این برنامه تو چنل تلگرام هست. لینک چنل تلگرام تو دیسکریپشن هست، میتونید برید بردارید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار. چی میگی تو؟ میتونم کلا میگی کلا نه یه ذره اون بازی کنه نه من اینو نباید تو دست بدنی. نه امیر بوده پیداش کردی. مال من بوده، اینو خودم خریدم. نه این مال امیره.